این کانسپچی که لایحه‌اش آماده شده است بیانگر این است که حکومت تاجیکستان می‌خواهد یک قرائت اخلاقی را از دین داشته باشد که نقشش بیشتر به عنوان یک مصدر اخلاق خدمت کند و همچنان در تربیه معنوی جامعه سهم بگذارد. من از ماده های داخلی این برنامه آشنا گشتم. در اونجا خیلی نقطه های هستند که بازدید جدی میخواهند، یعنی که شرح توضیحات میخواهند که در باید روشن در این برنامه نشان داده شود که تا کجا کی و کیها میتوانند در نهادهای دینی در مسجد و مدرسه ها پیشوای دین باشند و مناسبت دین را با دولت یا دولت را با دین معین کنند که تا در جامعه باعث برخورد یا نافهمی نگردد. خب به نظر من باید یک هویت دینی به شکل در جمهوری تاجیکستان تحکیم شود که با تکیه به مذاهب سنتی و اصلی تاجیکان در طول تاریخ که از لحاظ فقهی مذهب امام اعظم و از لحاظ اعتقادی مذهب امام ماتوریدی هستند و همچنان با فرا گرفتن داده های معنوی را که مذاهب گوناگون تصوفی موجود در منطقه ما دادند، یعنی با در بر گرفتن همه اینها و همچنان با رعایت اصلی آزادی که در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان هم آمده است، به نظر من باید یک هویت ساخته شود که بتواند از لحاظ معنوی از لحاظ دینی یک هویتی قوی و نیرومندی تاجیکی را بسازد که بتواند پاسخگوی همه مطالبی موجود در این زمینه را یعنی پاسخگو باشد به همه اینها و همچنان امنیت اعتقادی و امنیت مذهبی و دینی تاجیک‌ها را بتواند تامین کند. با فکر من باید مناسبت دین و دولت هر دو به منفعت ملت و منفعت‌های ملی نگرانده شوند. خب باید در یک محیط سازنده فعالیت نمایند. دولت هم از جانب خود که 99% شهروندانش مسلمان هستند البته باید بهترین شرایط عبادتی و تحصیل علم و دانش دینی را مهیا نماید که مثلا جوانان تاجیکستان بخصوص دینداران برای آموزش های دینی در کشورهای خارجه سرگردان نگردند و بعد از میسیونرهای خواهی نافتند. از همین لحاظ وظیفه دار از دولت که تمام شرایط های اجتماعی و اقتصادی و مالی و معارف و فرهنگی آموزه های دینی را برای هر یک شهروند تاجیکستان که خواهش آموختن تعلیمات دینی دارند فراهم سازند. از جمله برنامه های باید در اینجا آماده ساخته شود در مساعدت وزارت معارف و شخصیت های متخصص ساحه دین که نابالغان بتوانند که از خردسالی درباره خدا و پیغمبر خود درباره دین خود معلومات داشته باشند. بنابر نبودن اطلاعات مقاومتی دستگاه های اطلاعات مقاومتی مذهبی در تاجیکستان امروز بسیار جوانان ما از اثر بیخبری ناگاهی یعنی به اطلاعات بیرون چی تکیه میکند و فکر اندیشه های باطلی آنها را همچون آموزه های اعتقادی میپذیرند.